دوستا سلام، خدا کنه جارو تیار باشین. خوش آمدین در یک برنامه جدید از ما. انشالله که روزشم خیلی خوش داشته شد و خوب آغاز کرده شین. از دل برنامه امروزی از ما که بازم میخوایم آشپزی کنم. البته آشپزی خیلی آشپزی زود که خیلی وقتی کم را میگیره. میخوایم آشک جور کنم که ما آرد و چیزا نشریختم، به خاطر که آشک از زیرا ما از دکان چینایی آوردم و میخوایم شما را نشان بدیم که اینی است. و ایم کنجیخ مثلی امسی که ما آشک افغانی جور نیمنشی پالک و گندنه اندازمونی ای تیار کده است و ما لازم نداره که دوباره برخشی تمام چیش را جور کنی و سر نو تیار کنی دیگه. او آشک هم سخت هم است، یک کدام یک نفر باشه بخی زیاد بلدیدم سخت میشه. ولی ما کسته از دکان چینایی رفته میره آوردم. باز ای دباین خواهم پالک گندنه داره که لازم نمیشه که ما دوباره تمام چیش از سر شروع کنی دیگه. دیزاین از این مختلف است ولی مزهش که است امو عین مزر که آشک افغانی میدیه این میدیه. باز وقتا آدم دلچی حواسانه کش مونه که نمیشه آدم چابک بلده خو جور کنه یا تیار کنه یا سردستی باشه. خو میتونه که اینمی آشک که سردستیه ای رو بلده جور کنی دیگه. مواد لازم شه امی خودی از این آشک است. کوفته دارم و همچنان لوابش را باز جور منی که دو دانه پیاز گرفتم و باز سیر روبه است. شروع کنی سل کنی کشتور مایا و شما یک دفعه حتما در خانه خازی امتحان کن سل کنی که مزهش چیز لیمایا. دوستا تازه گفتم این آشک را در خانه خو یک دفعه حتما امتحان کن باز بگین که مزهش چیز لیه. و دیگه یک نکته دیگه در یاد آمد، باز وقتا ممکن در خانه آدم میمو باید یا امتا یک دفعه میمو باید آدم نمیشه که دمو لذیشی آدم آشک جور کنه. ولی یک چیزی که آدم سردستی داشته شد و حواسانه باشد این خیلی خوب است برای آدم. وقت که آدم یک چیز را نو خبر میشه یا از یک چیز خبره یا یک تجربه خیلی خوب خودشی داره، کوشش کنه اور کنجگه دوستای شریک کنه یا کنجگه رفیقای خو کدی هر کس که امکان داره مثلا بلدهش نزدیک است که از ما شریک کن. یم یک از جمله نموت یک چیز است که سردستیه. کارش من خیلی زود راه مونده. از این خانه یک دفعه ضرور حتما آماده کن. خصوصا همیشه داشته باشین در خانه خو که یک دفعه یک میمو آمد سردستی باشه کارش ما آسان میشه. ما کسا زیاد خوش دارم گوشت و غیره همین چیزا رو پختم منشی، یعنی کلا هر دیگ را که منم خوش دارم من زو سیر زیاد انداز کنم به خاطر که سیر زیاد خوش دارم من دیگ زیاد باشد. ام بویش را خوب شمونه ام مزهش را خوب شمونه. البته نه آنچنانی زیاد که یک تا مزهش را تلخ کنه، یعنی دمو لیوالی که باشد ام زو یکم زره زیاد کنم یک جورد. و مساله از کوفته رم کسته پاسان کنجگیشیم وقت که پخته کدوم شیو کدوم بلیشی باز کنجگیشیم مگم که چیز انداز منم. یعنی اگر زوری وقتا اصل مساله زی خامو کوفته مساله، ولی اگر کوفته مساله در خانه نداشتین از هر مساله دیگه که داشتین مثلا برای گوشت استفاده میکردین امزو مساله بگیرین برای زیم استفاده کن. مثلا نمیال فعلا ما کسته چیز ندارم کوفته مساله ندارم. خب ما از جای کوفته مساله میتونم میت مساله استفاده کنم یا امی مساله که برای قورمه استفاده منیم. این آلیار بوشی رنده کنی باز بین دیگه انداز کنی. ما بین دیگ روغای شیشه کردم. خود دوستا یعنی شد پیاز کنجگه روغن چی اینا لیر ما دبله چولا میلم. دوستان ما میگرم کوفتهش را میدانم. خب اینا در این مرحله میگری کوفته را گردونی.
در این جویلی که کم سرخ شده میکشه از او باید بلش سیر میرشه اونه. در این مرحله گوشت از ما کسته به اندازه کافی سرخ شده. اینا لیمون سیر را علاوه میبلشیم و زردچوبه را علاوه میدیم. بخاطر که زردچوبه من همیشه شما رو گفتم که از خود خیلی خامبویی داره، اون کنچه امزنا که خلاص شد. در این مرحله کسته میلی که همی سیر کنجگه زردچوبه یک ذره کدی خودی کفته در رقو سرخ باید بوی هر کدام چی برشنه و همچنان خامبویی از کفتم باره یا قیمه. بعد از او بلیزی میگری کم آب شونی که قیمه خوب سایه پختش نه. البته پیش از اینکه ما آب شونم میری یک دفعه میلم کم یک شنه ما خوب کفته را که دیگه اش بیزمم چرکی بکلی هم دکن زره دیگه. بعد از او آورک شیو که دی میلی خوب پختش نه یک پخته شد از او بعد در سر از این روب را یا مو ټماټر انداز منی. دوستان ما زیر دیگرم خاموش کردم بخاطر که کم ذره یخ شنه و ما بازم دوباره ریزه کنم. بعد از او شما نشان میدیم که آب شیو منی میلی که خوب سایه جوش بخوره و پختش نه. فیکس در این مرحله ما همیشه میگرم مسالهش گرد منم، یعنی مرچ سیاه، تخم گشنیز، زیره، نمک. اگر اینی مساله کسته میت مساله که چرکی ما نه کوفته مساله دارم فعلا دخانه نه قیمه مساله. ابزو خاطر مثلا کوشش کن زوری وقتا یک چیز که دخانه نداشتین با امو چیز رک دخانه دارین کدام سو کسته کار خورا راند است کن دیگه. اینیش کسته مساله دیگه اینالی نمک هم هر کس با قدر ذرات خنده است کنه. خوبی ایه که اینالی مساله کنجکه گوشت یک جای پختم شه آوام داره و او را دیگ نمیگیره، مثلا در نمیخوره مساله. از این رقم هر مساله مثلا مزه هر چیزی خوب سایه میکنم. اینال در این مرحله مو چیز کرنه که آشک را میگیری تیار منی. آشک را بله چوله بر منی که او آیسته آیسته پخته کنه خود خود. کاسه آشک هم میگری روغن میتونی با خاطر که آشک در خودی کاسه خون نچسبه. اینا آشک شکسته انزیر قمه دیگه. خودی آشک هم روغن میزنی که دیگه دیگه نچسبه. اینا لیرم سرپوش منی ایم دقت پختش نه. سال کن دوستا کوفته خود چی گپ میزنه مگه باین مار بخورین فقط دیگه. اینیم از آشک هم اینا لکته تیار شد. ای آشک پندقیه دیگه. دوستا اینال تا اینجا کنه سیر گرفتم رنده کنم. اینجا مزیماز کم برمونی. کوفته در روغن ده فهمشته اینال دیننزی مرحله میگری ټماټر گرد منی. این سال کنی دوستا که کلی شده
دیگه زیاد لازم نداره که بله چلا گرم شنه دیگه. آشه اگه نکتا جور تیاشته باری که بله قابا بیچینی. اینالی تیار بلده خورده اکتا آماده دوستا. جایشم خالی، اگر نزدیک بودین کلگیم یک جای مخوردی ولی خاطر جمع باشین از جایش مو هم مخوری. Thank you, Johnny. Bia. Come. تو این کشته سیف مرا ایموشنال سپورت منی؟ همین ایموشنال هم خوردم. کم کجا چطورم؟ Thank you بندی دلم فول مزه دار. نوشی جان. نانی سرخ خوش داره نه؟ Yes, نانی سرخ لاف دارم. یا انا گفت بلده از من تو بخی زیاد جذباتیش ده متمزه داره. نوشی جان. دوستا جایشم خالی، از جایش ما عددان منصور میدیم. Thank you, God. You're welcome. پال دیگه من ده تا والی. Come together. Thank you. You're welcome. خب منصور تو رو مزه ده؟ فول مزه دار بود. Thank you جانی. Thank you جانی. مجبورم بگیم مزه دار بود دیگه. نمیشه بگیم نه مزه نداره. ویدیو بانشدنی. امور خواهیم چیز کن قضاوت کن رفقا. مشه کمیر ما امیال بگیم نه مزه نداد نمیشه نه. صد میشه. خود دیگه. بعد فول مزه دار بودن. نرسی جان. Thank you جیگرین. Thank you فول مزه دار بود. خود دیگه دوستا برنامه تا همینج بوده تا برنامه بعدی و آشپزی بعدی دیگه خداحافظ. بای.